به نام خداوند جان خرد. سلام علیکم. محمد مهدی صبحانی هستم و قراره که در مورد نظریه خودتعیینگری سلف دیترمینیشن تئوری یا به مخفف SDT صحبت کنم. من برای اینکه این ویدیو یک ویدیو دانشگاهیه و قرار بود که یک مشخصاتی داشته باشه، اما چون قرار توی یوتیوب قرار بدم، گفتم که حالا اگر کسی هم قراره این رو ببینه بهتره که یک جوری توضیح بدم که کسانی که قبلا ارائه قبلی من نشنیدن هم متوجه بشن. خاطرم یه مقدار احتمالا طولانی تر بشه. این فهرستی که قراره بریم و موری بر نظریمون احتمالا و این بخش خاستگاه رو و حالا کلا این بخش بیشتر از حالت عادی قراره که طول بکشه. خب، در مورد اینکه خاستگاهش کجاست بیشتر صحبت بکنیم. خاستگاه این نظریه و تئوری از رفتارگرایان معتقد بودن که رفتار تنها موضوع مناسب برای مطالعه توی علم روانشناسی. اینجا مثلا آزمایش آلبرت کوچولو و جان واتسون رو می‌بینید. جان واتسون یکی از بهش میگن اصلا پدر رفتارگرایی. اینطوری بوده که گفته که به من دو جین نوزاد بدید و همینجوری گفته جین بهم بدید و ببینید که بهم بگید فلانی دکتر بشه، فلانی مهندس بشه، فلانی اون شغل داشته باشه و ببینید که من این کار رو میکنم انجام میدم. و حالا آزمایشی که انجام داده اینجا با آلبرت کوچولو، یه آلبرت 9 ماه هست و از مثلا خرگوش نمیترسه، چون از بخش ترس و اینهاش تشکیل نشده که بخواد بفهمه که خرگوش ممکن خطرناک باشه که بخواد ازش بترسه. و اینجا میبینید که توی تصویر اول اصلا نمیترسه، همینجوری وایساده و اینجا جان واتسون میاد و هر دفعه که این خرگوشه وارد میشه یک صدای خیلی بلندی، صدای ضربه های چکش رو در میاره و آلبرت کوچولو از اون صدای میترسه و اینجوری شرطی میشه که خرگوش یه چیز ترسناک. از دیگر محققین رفتارگرایان میشه به پاولو و آزمایش سگ پاولو و شرط سازی کلاسیک اشاره کرد. اینجوریه که موقع غذا دادن به سگ میاد سوت میزنه. بعد این مدت این دوتایی که با هم دیگه سگ میبینه به خاطر غذای داشته بزاقش ترشح میشده و حالا بدون غذا هم فقط با شنیدن صدای سوت همون اتفاق واسش میفته و شرطی میشه این سگ. و سومین آزمایشی که رفتارگراها انجام دادن خیلی معروفه، جعبه‌های اسکینر. اسکینر میاد این موشها رو میذاره توی یه جعبه‌ای و هر دفعه که چراغ سبز میشه و اینا این اهرم فشار میدن بهشون غذا میده، جایزه میده و اینجوری هر دفعه این همینجوری تقویت میشه. از این و هر دفعه که قرمز رو میدیده یه شوک الکتریکی بهش وصل میشده و نتیجهش این میشه که دیگه از این به بعد هر دفعه موشه چراغ سبز رو میبینه اهرم فشار میده و چراغ قرمز رو میبینه دیگه اهرم فشار نمیده. بعدش اسکینر میگه که و کل رفتارگرا میگه که اگه میخوای کاری انجام بدی این کار بکن. رفتار مطلوب دیدی پاداش بده، باز هم تکرار میشه. نامطلوب دیدی تنبیه کن، دیگه عمرن تکرار میشه. و کلا اینجوریه که نیاز اصلا اهمیت نمیدن که انسان نیازی داره نداره. اینجا توی رفتارگرایی خیلی کنترل بیرونی اهمیت داره و فرد مهم نیست، فرد منعطفه و منفعل، اصلا اهمیتی نداره که چه نیازهایی داره چی فکر میکنه، کلمون از این اهمیت نداره. بعدش انسانگرایی به وجود میاد. کارل راجرز و ابراهام مازلو میان میگن که تاکید روی نیازهای انسانی رشد فردی و خودشکوفایی میکنه و میگه که انسان ها صرفا با اجتناب از سختی و دشواری ها
یا با حفظ وضعیت موجود راضی نمیشه. در واقع اینو میگن که بابا ما انسانیم، حیوان نیستیم که بخوایم اینجوری انجام بدیم کارها رو. انسان ها به رشد علاقه دارن، میل دارن تمام ظرفیتشون استفاده کنن و به صورت بالفعل میخوان که اون اه، استعدادهاشون رو به صورت بالفعل در بیارن. و این شروعی میشه بر انسانگرایی که این در واقع خاستگاهی است بر استریتی. بعد چند سال بعد از شروع انسانگرایی، آقای ادوارد سی و ریچارد رایان در دهه 1980 در ادامه روانشناسی انگیزشی میان نظریه خودتعیینگری رو میگه با 3 متغیر. میگن که خودمختاری، تسلط توانمندی و پیوند و ارتباط رو اگر شما در انسانی برآوردش بکنی، باعث میشه که انگیزش درونی ایجاد بشه، رشد روانی و یادگیری داشته باشه، شادی و رضایت پایدار داشته باشه. و اما اگه این صدا رو نداشته باشه، حالا هر کدومش یا هست داداش با هم دیگه، باعث میشه که بی انگیزه بشه و دل زده بشه، عملکرد و خلاقیتش افت کنه، احساس استرس، بی‌ارزشی و نارضایتی پیدا کنه. و در ادامه میگن که آقا چیزی که شما دارید میگید رفتارگراها، اون درسته که کار انجام میده، ولی ما سطوح انگیزش داریم. یعنی مثلا ممکن طرف بی انگیزه باشه و فرد مثلا میگه که هیچ کاری بی معناست، چرا باید مثلا درس بخونم، و این اصلا دیگه کار انجام نمیده. و کل این بخشای دیگه، طیف، اینا همشون اون حالتیه که بخواد پاداش بیرونی و اون انگیزه از بیرون باشه. می‌بینی که آنچنان زیاد نیست اینجا، کم انگیزه است، اینجا پر انگیزه است. اگه بخوایم با مثال درس خوندن پیش بریم، اینجا انگیزش بیرونیه، دقیقا اون چیزی که مثلا رفتارگراها گفتن. مثلا درس میخونم چون نمره لازم دارم یا میترسم بیفتم، یا اون پاداش بیرونیه یا ترس از تنبیه. بعد از اون حالا یه مرحله بیشتر بره، اگه درس نخونم حس بدی نسبت به خودم دارم، یه ذره داره درونی تر میشه. مثلا این یکی میگه درس میخونم چون برام مهمه و به هدفم کمک میکنه. اینجا مثلا دیگه خیلی اوج حالت بیرونیشه که درس خوندن با هدفم تو زندگی همراه است، حس من بخشی از وجودم شده. اما اون انگیزش درونی که اوج انگیزشه و این خیلی مهمه که بتونیم بهش برسیم، از انجام کار به خاطر علاقه، لذت یا حس کنجکاویه، از یاد گرفتنش لذت میبره. حالا بیایم ستا رو بیشتر در موردش صحبت بکنیم. خودمختاری احساس اینه که فرد خودش آزادانه رفت و تصمیمش رو انتخاب میکنه. مثلا دانشجویی که خودش موضوع پایین نامش انتخاب میکنه، با استقلال هم متفاوته، اینجا خودش فقط انتخاب میکنه. شایستگی، بازخورد مثبت و اینها، احساس موثر بودن، توانمند بودن و مهارت داشتن انجام کار است توی یک محیط با چالش‌های بهینه، نه خیلی آسون باشه نه خیلی دشوار. مثلا تو بازی‌های ویدیویی اگه بازی خیلی سخت باشه ما ازش زده میشیم، میگه بابا اصلا دیگه چرا باید این بازی کنم، خیلی سخت. خیلی هم آسون باشه دیگه اصلا حال نمیده. میگه که باید چالش‌ها بهینه باشه تا اون حس شایستگی رو ایجاد کنه. و ارتباطات، احساس تعلق، پذیرش و ارتباط با دیگران. فرد حس کنه که مورد توجه، درک و حمایت اجتماعی قرار گرفته. مثلا تو بازی هم دور از این خیلی زیاد استفاده میکنه، مثلا کلن میسازن، اجتماع میسازن، کامیونیتی تشکیل میدن. توی ادیان مثلا میگن با جماعت باشید و اینها. و کلا انسان ها به خاطر اون زمانی که غارنشین بودن و اینها از این طرد شدگی و انزوا میترسن، و چون که وقتی یه نفر تک میمونده احتمالاً خورده میشده، نابود میشده و مشکلات زیادی واسش پیش میاد، خاطر همین واسهشون سخت. خب از اینجا دیگه وارد میشیم که یه مقدار تخصصی تر صحبت بکنیم. سطح تحلیل استریتی یک نظر چند سطحیه، بیشتر روی خرد میکرو تمرکز داره، تمرکز بر فرآیندهای درونی مثلا انگیزش و بهزیستی و اینها، ولی میانی هم خیلی زیاد میتونه ازش استفاده بشه. مثلا
اگه یه محیط اجتماعی قرار مثلا معلم شما استادی چطوری بیای بچه ها رو بهشون انگیزه بدی، مثلا همون مثالی که تو پیوستار انگیزش بهش اشاره کرد. همچنین میتونه بخاطر اون میانی بودنه میتونه توی سطح کلان هم استفاده بشه و پیامدهای خوبی داشته باشه، ولی اصولا با همین دوتا سطح تحلیل. حالا در مورد سوال شیشگانه بتن چه پاسخهایی میشه به این داد؟ چه عوامل سازایی وجود دارن؟ اون ستا به علاوه اون پیوستار انگیزش و اینکه حالا باعث بهزیستی و خلاقیت و اون ستا حالتی که بود میشه. این عوامل چگونه با هم مرتبطن؟ گفتیم دیگه، اگه اون ستا رو داشته باشیم انگیزه بیشتر میشه، درونی سازی میشه، خلاقیت و بهزیستی بالاتر. چرا این روابط وجود دارن؟ منطق زیربناییشون چیه؟ به خاطر اینکه این یک نیازهای عمیقی به صورت پیش‌فرض توی انسان‌ها وجود داره و مردم دوست دارن که خودشون تعیین کننده باشن و یک حالت روانشناختی داره. چه کسی، چه زمانی و کجا. استریتی یک نظریه جهان شموله و ادعا میکنه که برای تمام انسان‌ها در تمام سنین، در تمامی برهه‌های زمانی، در تمام فرهنگ‌ها میتونه این هستش و همه این نیازها رو دارن و این روابط برقرار. فقط اینکه توی بعضی جوامع فرهنگ‌ها میتونه این نمودش و این ارضا شدنش متفاوت باشه و کلا دیگه توی همه اینها هستش. حالا نظریه یا شبه نظریه است این با توجه به اینکه مفاهیم مشخص و عملیاتی داره، گزارهای آزمون داره، مبنای تجربی گسترده داره و قابلیت ابطال پذیری. به خاطر همین این یک نظریه هستش. آیا یک نظریه خوبه؟ خب با توجه به اینکه قدرت تبیین و پیش بینی خیلی خوب داره، آزمون پذیری، ابطال پذیری داره، سازگاری درونی و ارزش اکتشافی خیلی بالایی داره، باعث شکلگیری خیلی زیر تئوری های زیادی شده و خیلی تاثیرات زیادی داشته، رسیدی یکی از برجسته ترین نظریه های علمی میشه. و حالا تو طبقندی های گرگور عمدتا یک نظریه نوع 4 تبیین و پیش بینی هستش. تبیین میکنه که اگر اینجوری باشه اینجوری میشه پیش بینی. و ویژگی‌های قدرتمندی از نوع پنجم طراحی و عمل داره. مثلا برای مدیرها، معلم‌ها که بارها مثالش زدیم الان، میگه که آقا شما اینجوری طراحی بکنید انگیزه بره بالاتر. اگه شما شبکه اجتماعی داری اینجوری کن، اگه یک اپلیکیشن داری بنویسی اینجوری کن و اون به طراحی و عمل هم کمک می‌کنه. تحت تاثیر چه پارادایم هستش؟ همونطور که گفتیم ریشه‌های فلسفیش توی انسانگرایی و تفسیرگرایی هستش. روانشناسی حالا تحقیق پسا اثباتگرایی پست پوزیتیویسم هم هستش و به شدت علمی و کمی هستش. آزمایش‌ها کنترل شده و تحلیل‌های آماری این دقیقا میان اندازه‌گیری میکنن و اینها رو با آمار نشون میدن. در چه زمینه‌هایی از iOS مورد استفاده قرار گرفته؟ گیمفیکیشن به شدت. همین الان توی مثال‌ها هم دیدید که و در ادامه دوباره بازم می‌بینید که چقدر به گیمفیکیشن کمک می‌کنه. پذیرش و استفاده مدام از فناوری، شما اگه بخوای اون فناوری پذیرش بشه ازش هم استفاده بکنن خیلی میتونه کمک بکنه. توی فناوری اطلاعات سلامت، هوش مصنوعی و سیستم‌های توصیه‌گر که اون همچنان اون خودتعیین‌گریه وجود داشته باشه. توی رسانه‌های اجتماعی و جمع آنلاین، من خودم شبکه اجتماعی دارم و خیلی از این استفاده کردم. مردم خودشون میان تعیین بکنن که مثلا چه پیامی بالاتر باشه، چه پیامی بیاد پایین‌تر
بتونن ارتباط بگیرن، توی یک قبیله شکل بگیرن، باشن. امتیازاتی که اومدیم گذاشتیم توی حسابدار خودم و خیلی واقعا این تئوری خیلی بهم کمک کردش. و حالا یادگیری الکترونیکی همون چیزایی که داشتیم قبلا اینجا توی به صورت الکترونیکی هم میتونه خیلی استفاده قرار بگیره. حالا فرآیند شکل‌گیری و انطباق نظریه چجوری بوده؟ این همونطور که گفتیم از روانشناسی اومده. آغازش با آزمایش‌های اولیه ادوارد دسکی توی دهه 1970 بوده. در تاثیر منفی پاداش بر انگیزش درونی. میگفته که آقا بیایید پاداش بدیم ببینیم که انگیزش درونی چجوری میشه. بهش دیدی که همینجوری کمتر میشه. بعدا یعنی کاملا این برعکس اون چیز بود که رفتارگرا فکر میکردن دیگه. بعدا نظریه ارزیابی شناختی و انگیزش درونی بهش اضافه میشه. بعدش انگیزش بیرونی بهش اضافه میشه و نظریه کوچکتر و تکمیل جاشوی SCT بهش اضافه میشه. توی IS هم نیاز بوده که شکاف‌های نظریه موجود مانند تم، تکنولوژی اکسپتنس مدل رو توی تبیین انگیزش بخونن. اینجا شکاف‌هاشو پر بکنن، میان از SCT استفاده میکنن و ادغام سازه‌هایی که SCT در مدل IS داشته. بعدش تبیین بهتر پیدا مانند فانکشنی که در جواب حالا که من خودم ازش استفاده کردم و ازش استفاده شد. حالا بخوایم با بقیه نظریه‌ها که تقریبا شبیه این هستن مقایسه‌اش بکنیم. مثلا در مقابل تم میگه که پیشبینی سطحی پذیرش داره ولی این تبیین عمیق روانشناختی و ارضای نیازها رو بهش می‌پردازه. در مقابل نظریه انتظار میگه که انتظار تمرکز بر کمیت و محاسبات شناختی داره ولی این تمرکز بر کیفیت انگیزش، خودمختاری و کنترل شده داره. در مقابل مزداک هم بهش اشاره کردیم از انسانگرایی شروع شده. این توی مزد سلسله مراتبیه و کمبود محور. یا مثلا این نیاز سطح یک رو باز کرد مثلا بره بالاتر ولی این غیر سلسله مراتبیه. یه هسته توش باید باشه و رشد محور همینجوری رشد میکنه برای اینکه بهتر میشه. مثلا کمبود محور باشه. و نظریه تعیین هدف، این هدف میگه تمرکز بر ویژگی‌های مشخص و چالشی داره ولی این محتوای اهداف ذاتی و بیرونی. حالا یک مقاله بخوایم نقد بررسی بکنیم ازش From Game Design Element to Gamefulness. اینجا دوباره به گیمفیکیشن اومده ازش صحبت شده. پس این یکی از مقالات خیلی جالب در زمین گیمفیکیشنه. میگه که گیمفیکیشن فقط افزودن امتیاز و نشان اینا نیست. شما باید هدفتون از گیمفیکیشن این باشه که ایجاد تجربه بازیگونی با ارزش تا نیاز باشه. این اومده قشنگ گیمفیکیشن رو با اینها تعریف کرد و نقاط قوتش اینه که از استریتی به هوشمندی استفاده شده و عمیق‌تر کردن بحث، تغییر رویکرد از نگاه ابزاری به روانشناختی و ارائه چارچوب فکری بر طراحی انگیزش بخش. ولی خب یه مقدار نقاط ضعف هم داره، مثلا کم توجهی کرد به زمینه و فرهنگ اشخاص و به صورت گیمفیکیشن استریتی و حالا این مقدارم توی انواع انگیزشی بیرونی که ما اون همه چندین تا پیوستار داشتیم توی پیوستار انگیزش باید اون حالا این مقدار ساده سازی کرده و حالا تجربه دادای تجربی هم برای آزمون ادعا نداره. خیلی ممنون از توجهتون. این بود ارائه من. امیدوارم که یه چیزی یاد گرفته باشید و خوب بوده باشید. خسته نباشید. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.